جوونا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ژاپن کافه های عجیب غریب زیاد داره. امروز میخوام ببرمتون چند تا از این کافه های عجیب غریب رو بهتون نشون بدم. اولین کافه‌ای که می‌خوایم بریم کافه‌ایه که توش ربات‌ها کار میکنن، از پیش خدمت گرفته تا باریستاش. بریم با هم دیگه این کافه رو امتحان کنیم ببینیم که قهوه چجوری درست میکنن و بهمون میدن. بزن بریم. Hello. Hello. Why don't you have a time to get it down? Hi. Do you have a reservation today? No. So please move to the right side of the counter as our staff will assist you. Thank you. Thank you. اینم یه ربات دیگه است که باریستای این کافی شاپه. قهوه میزنه برامون با همین دستای خودش. شبیه والی نیست؟ اون کارتونه رو اگه دیده باشین داداششه. یه قهوه رو انتخاب کردیم، حالا میخواد ایشون درست کنه اون قهوه رو برامون. کافی ما آماده است. Really good. Nice to meet you, Moon. 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 My name is Mahsa. Oh, I think I'm sorry. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Oh, you too. Bye bye. Bye bye. Arigato. داستان قشنگی که پشت این کافی شاپ رباتی هستش اینطوریه که یه سری از آدمایی که نمیتونن به خاطر معلولیت کار کنن از شهرهای مختلف، از راههای دور، اونا رو آوردن که پشت در از این دستگاه ها، این ربات‌ها که هستن به جای اونا صحبت کنن. یعنی صدای اشخاصیه که معلولن. چرا این کار کردن؟ به خاطر اینکه اونا هم بتونن کار کنن، حس مفید بودن کنن. یه کاری میکنن که همه بتونن کار کنن و حس مفید بودن به همه افراد جامعه برسه. این به نظر من خیلی با ارزشه. نظرت چیه؟ ظاهر به نظر چیز فنسی میاد ولی بهش نگاه کنی یکی گفت نمیدونم بچم مریضه من میتونم اینجوری ازش مراقبت کنم. آره. یکی دیگه خودش مشکل داشت نمیتونست از طریق این کار ریموت و حالا یه شهر دیگه حتی داره امرار معاش میکنه. نظرم فقط این جنبه فنسی بودنش نیست که جالبه. نظرم اینم خیلی جالبه. آره خیلی قشنگ بود. قهوه هاش عالی بود. حرف نداشت. کافه بعدی که قراره بریم بهش سر بزنیم یه کافه‌ایه که خیلی کیوت و بامزه است. تو کافه هایی که تو ژاپن هستش یه نوعی هم هستش که حیوانای خونگی توش نگهداری میکنن. پاپیای کوچولو، مینیاتوری، یه سری گربه‌های خیلی بامزه یا بچه خوک. اما این کافه‌ای که قراره که بریم بهش سر بزنیم توش پاپیای کیوت و بامزه است که خودش یه جورایی هم تراپیه. قراره که بریم و به این پاپیای کوچولو سر بزنیم و بغلشون کنیم و خلاصه خوش بگذرونیم. بریم با هم دیگه این کیوت‌های بامزه رو ببینیم. می‌خوایم باد بزنم ببریم؟ ممکنه تو گرم باشه که اینو بزن. های ما اومدیم تو. اولش به خاطر اینکه می‌خوایم بریم به پاپیا دست بزنیم باهاشون بازی کنیم با این دستمالای ضد عفونی دستمون رو ضد عفونی می‌کنیم. Thank you. و اینجوری یه سری مقررات اولیه است که باید رعایت کنیم. مثلا اینکه خیلی بلند باهاشون حرف نزنیم. اگر آسیب دیدیم گازمون گرفتش اینجا یه موادی هستش که ضد عفونی کنیم. ازمون هم پذیرایی شد. بعد به ورود 2 تا درینک دادن بهمون
آب میوه‌ست میذاریم تو این باکسمون. خدا چی میگی شما؟ اینو نگاه، پوشکم داره. ای عزیز، ای قربونتون بشم من، قربونتون بشم من کوچیکو. او خدا ای خدا، ای خدا، ای خدا. اوه ننه، اوه ننه. اسم این تیکه، اسم اون یکی هم تاکه. تیک تاک. تیک بیا اینجا. قربونت بشم من. ای قربونتو بشم من. قربون اون ریختت بشم من. Ninja. Ninja. Ninja is the youngest. How old is he? 1 year and a half. 1 and a half. Oh, Ninja کوچولو. Poke is 3. پوکه is 3. 3 سالشه. 3 years? Yes, 3. Yes, 5. اخ اینو 5 سالشونه اینا. اخ خدا. جیگه. ای خدا، من از اینجا نمیرم. الان ما میتونیم یه دونه بج یا یه دونه استیکر هر کس رایگان انتخاب کنه. یه دونه از اینا. I want to take TikTok. TikTok? Yes. تیک or تاک؟ Tik or This is TikTok or TikTok. TikTok. توکو بگیریم، این باحاله. آره. اینو بگیریم توکو. 8 and 9. Nice, okay. Thank you. آریگاتو. من که میترسم از سگ. ببین چه حالیم. من نمیدونم میبرمشون خونه اینا رو. ای خدا فدای تو بشم من. مگه داریم از این کافه باحال‌تر؟ کافه های قبل از این سوء تفاهم بود. او خدا. Can I? That's okay, that's okay. او خدا، اوی خر. Yeah, ای خر. name Anmitsu. Anmitsu? Yes, yes. Anmitsu? Anmitsu. شیطون بلا. Anmitsu شیطون بلاه. خدا. الهی من فدات بشم. جیگر این خوابیده. ایشون تنبله، خوابش میاد، ناز میخواد. آخه این پتوشون رو نگاه کن. آخ محمد اینو ببریم خونمون. تولدت مبارک شیشا. تولدش امروز. این چه لباس خوشگلی هم پوشیده. میشه 6 سالش. قشنگ منتال هلسه، حال آدم خوب میشه. الان باید رأی بدیم که پاپی مورد علاقمون کدوم بوده. من رأی میدم به شیشو. امروز هم تولدش بوده دیگه، بترکونه دیگه، یه روز خیلی خفن براش رقم بخوره. اخ اینو نگاه کن، اخ اینو نگاه کن. طول سگ. سلام خوشگل من. سلام عزیز من. سلام. عکسامون هم برامون پرینت کردن همینجا یادگاری. چه چیز باحالیه. اینا رو واقعا یادگاری من نگه می‌دارم. چقدر به من چسبید. بای بای. بای بای. تیک. خدافظ. سابسکرایب یادتون نره. باشه. تیک.
هاشی. چاو. بریم با هم دیگه به یه کافه ژاپنی که لاته آرتاش خیلی معروفه، روی همه نوشیدنیاشون رو تزیین میکنن، یه جورایی هنر و خلاقیت خودشون رو به رخ میکشن. بزن بریم. خب ما اومدیم الان وارد کافه شدیم. یه محیط خیلی دنج و خوشگل، شیک، مینیمال. 2 نفر فقط اینجا کار میکنن. یه آقایی هستن که یه آقای محسنی هستن که دارن اون آرتو در اصل این کاپوچینوها پیاده میکنه یا هر نوشیدنی دیگه، و یه خانمی هستن که نمیدونم حالا پارتنرشون هستن یا کسی دیگه هستن که سفارش‌های ما رو میگیرن. خیلی محیط خوشگل و پر از آرامشی داره. همه چی تمیز، با احترام و یه حس خوبی کلا توی این اتمسفر اینجا هستش. چیزی که من سفارش دادم یه کاپوچینوه با یه کیک مخصوص خودشون که پیشنهاد دادن که اون کاپوچینو رو با اون کیک بگیرید. یه کیک خیلی بامزه از توت فرنگی، چند لایه هم هستش. نوشته بود که خیلی خامه تازه‌ای داره. حالا بذارید بیاد ببینم که همون چیزی هستش که نوشته بودن یا نه. ببین اینا انقدر با ذوق کار میکنن که حد نداره. با ذوق، حوصله، اصلا انگار نه انگار که اینا سنشون انقدر زیاده. بالای 80 سال سن دارن ولی خیلی با حوصله، خیلی شاداب میان سفارش‌ها رو میگیرن. طراحیایی که میکنن روی این نوشیدنی‌ها واقعا به نظر من بی‌نظیره. گرسنمه، یه عالمه، هرچی بگم بازم کمه، نمیارم. هم میخوره سابسکرایبر همه سابسکرایبر رو میخورم. چیزی که از همه چی مهمتره اینه که اینجا به شدت تمیزه. همه چی تمیز، مرتب، خط کشی شده. احساس میکنم همه اینا وسواسن. شاید هم OCD دارم. آریگاتو گوزایماس. آریگاتو گوزایماس. وای اومد. بالاخره اومد. چه خوشبوه. خیلی چقدر خوش سلیقه‌ن. آره خیلی. میگن یکی از بهترین استرابری های شهر این. بچه کاپوچینومون اومد. آریگاتو گوزایماس. نگاه کن چقدر بامزه. چجوری اینو 3 بعدی در آوردن؟ اینقدر تمیز. تو جکوزی آره. انگار که تو جکوزی نشستن. دوتایی اینم رو به ویو. پارتی بازی شد. برای محمد 3 تا گربه است. نگاه. این برای من. این برای تو. این برای من. او خدا. قشنگ رفتن تو همون جکوزی. آره تو جکوزی اینجوری 3 تایی با هم نشستن. ای خدا. So cute. خیلی بالا. یه تفکر دیگه‌ای که ژاپنی‌ها دارن مفهوم اوموتناشی هستش، یعنی مهمون نوازی بی‌نقص. ژاپنی‌ها خیلی براشون مهمه که مهموناشون یه حس استثنایی و یه تجربه خاصی داشته باشن وقتی که ترکشون میکنن. به خاطر همینم هستش که شما یه سری هارمونی توی دسرها و مواد خوراکی که براتون سرو میکنن میبینید. میخوان مطمئن بشن که مشتری‌ها حس آرامش و زیبایی رو داشتن و رضایت بخش بوده براشون. چقدر خامش لطیفه. هم مزه و بوی توت فرنگی میده، هم که یه کوچولو وانیل میده و خیلی لطیفه. میخوام اینا رو بخورم، گربه ها رو، ولی دلم نمیاد. یکیشونو خوردم. بذار این دوتا هم بخورم برم پیششون. خب خوشگلای مهربون، اینم از کافه گردی توکیوی امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برام توی کامنت ها بنویسید ببینم کدوم یکی از این کافه ها رو بیشتر دوست داشتید و اگر بیایید توکیو دوست دارید کدوم یکی از این کافه ها رو تجربه کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.